به نام خدا. سلام، رزمیجو هستم، مدیر وبسایت آموزش ارائه موفق. در این فایل آموزشی قصد دارم در رابطه با طراحی اسلایدهای حرفه‌ای با پاورپوینت برای یک ارائه خوب و عالی رو آموزش بدم. اما قبل از اینکه بخوام این آموزش رو شروع کنم لازم است که 2 نکته خدمت شما عزیزان عرض کنم. نکته اول این است که کسانی که قبلا با پاورپوینت کار کردن میتونن از فایل دوم آموزش ها رو دنبال کنن، چون فایل اول رو برای دوستانی که آشنایی کافی با نرم افزار پاورپوینت ندارن قرار دادیم. و نکته دوم این است که ما در این آموزش قصد نداریم که مثل سایر آموزش ها در مورد نحوه استفاده از پاورپوینت و کار با گزینه ها و منوها و ابزارها و همچین مسائلی بخوایم به طور کامل شرح بدیم، بلکه قصد ما این است که میخواد یک اسلاید زیبا و حرفه‌ای طراحی کنید و در جلسات سیمینار و سخنرانی نمایش خوبی داشته باشین و میخوایم از دید یک طراح به این قضیه نگاه کنیم، یعنی که اصول زیباسازی رو در اون اعمال کنیم. خب نرم افزار پاورپوینت رو باز میکنیم. اگه شما دقت کنید در صفحه دسکتاپتون باید همچی فایلی وجود داشته باشه. خب نگران نباشید، اگه وجود هم نداره میتونید از این قسمت استارت ویندوز خودتون، قسمت آل اپس برای ویندوز 10 یا برای ویندوز های دیگه مثل ویندوز 7 از گزینه آل پروگرام استفاده کنید و میکروسافت آفیس رو پیدا کنید و از قسمت میکروسافت آفیس دنبال نرم افزار پاورپوینت میگردیم و اونو باز میکنیم. خب برای اولین بار اگه شما دارین از نرم افزار پاورپوینت استفاده میکنید، این قسمت چیزی وجود نداره و خالی هست و این قسمت هم طرحهای پیشفرض خود پاورپوینت هست که اینجا قرار داده شده، ولی ما میخوایم که اونطور که خودمون دوست داریم طرح و رنگش رو تغییر بدیم، به همین خاطر میایم از این قسمت اینو انتخاب میکنیم. خب 2 کادر پیشفرض هست که نرم افزار پاورپوینت برای ما قرار داده. شما میتونید داخل این تایپ کنید و نوشته خودتون رو قرار بدین، ولی چون ما باز به این کادرهای پیشفرض هم نیاز نداریم، میخوایم که همین الان اونا رو حذف کنیم. اینجا کلیک میکنید مثلا و کلید دیلیت رو فشار میدید که اینها حذف بشن. دقت کنید این وقتی موستون رو روی این مربع میارین یه شکل به اضافه به وجود میاد که شما میتونید اونو حذف کنید. خب حالا با خیال راحت میایم کادر خودمون رو قرار میدیم. مثلا من میخوام یه اینجور کادری داشته باشم. این کادر قابلیت اینو داره که شما بیاین اینو هر جا که دوست دارین قرار بدین، یا اینکه بیاین اینو با نوشته های داخلش زاویه اونو کاملا تغییر بدین به هر شکلی که دوست دارین. من مجددا اونو رسم بکنم. داخل این من یه نوشته تایپ میکنم، مثلا آموزش نرم افزار پاورپوینت. خب این فونت اگه دقت کنید فونت پیشفرضی است که خود نرم افزار پاورپوینت به صورت پیشفرض برای اون قرار داده، ولی ما باز میخوایم که اونجور که خودمون دوست داریم فونتمون رو تغییر بدیم. نوشتهتون رو انتخاب میکنید و میایم سایز اونو هر اندازه که میخواین تغییر میدیم. به این شکل اینجا جا نمیشه به ما، مجددا اینو میکشیم که اندازش بزرگتر بشه. مجددا اگه شما کلید مثلا کنترل آ رو بگیرین روی صفحه کامپیوترتون، کل اونو میتونید انتخاب کنید و همزمان تمام این واژه ها و کلمات رو تغییر بدین، رنگشون رو عوض کنید. مثلا من میخوام بیام اینو این قسمت قرار بدم و
فونت اونو تغییر بدم. از این قسمت هر جا که میخواین انتخاب میکنید. فونت های متفاوتی هست، شما میتونید فونت های مختلفی رو انتخاب کنید. مثلا من میام از فونت درشتی تیتر استفاده میکنم به این شکل. خب شاید شما دوست داشته باشین که رنگ اونو تغییر بدین. از این قسمت انواع رنگ ها برای شما هست، روی هر کدوم که قرار بدین رنگ متفاوتی حاصل میشه. من رنگ اونو به صورت قرمز در میارم و میتونید زیر اونو یه خط هم قرار بدین. از این قسمت اگه دوست داشته باشین اینو که انتخاب کنید یه خط قرار داده میشه. مجددا کلید کنترل آ رو فشار میدم که همش انتخاب بشه. میتونید اونو مورب کنید یا اینکه میتونید اونو درشتر قرار بدین. چون این خودش فونت درشتی هست ذاتاً دیگه این کلید کارایی چندانی نداره، ولی برای فونت های دیگه میتونید اونو توپر یا بولد کنید. حالا نوبت به این میرسه که مثلا ما بیایم اینو وسط چین کنیم، چپ چین کنیم و یا راست چین قرار بدیم. من میام اونو وسط چین قرار میدم و دوست دارم مثلا این دقیقاً وسط صفحه قرار بگیره. از این قسمت هم میتونید که زاویه اونو به هر اندازه که دوست دارین تغییر بدین. اما نوبت به این میرسه که یه شکل هم برای این اسلایدمون داشته باشیم. از این قسمت اینزرت پیکچر رو انتخاب میکنیم و از روی صفحه دسکتاپ من میام اینو انتخاب میکنم و اینجا قرار میدم. خب تصویر ما ممکنه یه مقدار کوچیک باشه. از هر قسمت از این زاویه ها و گوشه ها رو اگه شما بگیرین و بکشین تصویرتون میتونید اندازش رو تغییر بدین و میتونید اینو بکشین هر جای اسلایدتون که دوست دارین قرار بدین. و همچنین همونطور که برای متن گفتیم اگه اینجا رو کلیک کنید و کلیکتون رو نگه دارین میتونید اینو بچرخونید، حتی میتونید کاملا بچرخونید یا اینکه زاویه اونو به هر اندازه که دوست دارین تغییر بدید. خب این اسلاید اول و میخوایم بریم اسلاید دوم هم آماده کنیم. برای اسلاید بعد میتونید از این قسمت باز اسلاید های پیش‌فرض اونجوری که دوست دارین کادرهای متفاوتی از پیشنهاد شده استفاده کنید، ولی ما دوست داریم که همین کادری خالی باشه. ترجیحاً که بتونیم اونجور که دوست داریم نوشته ها و